شده تا حالا دوستی یا کسی بهت بگه وای جوانتر از سنت به نظر میرسی؟ یا دیدید بعضی از افراد زودتر از معمول پیر میشن؟ یا ممکنه به کسی برخورد کردی که بعد از گفتن سنش تعجب کردی و گفتی واقعا فکر نمی کردم تو خیلی جوانتر به نظر میرسی؟ اما راز کارش چیه؟ آیا فقط ژنتیکیه؟ یا روتین و مراقبت‌های پوستیه؟ یا چیزی فراتر از اونه؟ دکتر مایا یه جمله جالب داره، میگه آدم‌ها فقط با ظاهرشون قضاوت نمیشن، بلکه با نوری که از درونشون میتابه. پس فقط زیبایی بیرونی نیست که ما رو جوان نشون میده، بلکه یه چیز عمیق‌تر هم هست. روحیه، انرژی و اون نوری که از درونت میتابه. حالا بیا ببینیم این نور درونی چیه و چطور میتونی همیشه اون رو روشن نگه داری تا نه تنها جوانتر به نظر برسی، بلکه احساس بهتری هم نسبت به خودت داشته باشی. 1. طرز فکر و روحیه مثبت. اون چی که درون توی در چهره‌ات نمایان میشه. استرس، نگرانی، منفی بافی، همه اینها چین و چروک‌های نامرئی ایجاد میکنن، اما شادی، امید و انرژی مثبت چهره‌ای شاداب و جوان به شما میده. افرادی که شادی رو انتخاب میکنن چهره‌ای بشاشتر و جذابتر دارن، در حالی که اضطراب و نگرانی مداوم میتونه چهره‌ت رو خسته و پیر نشون بده. وقتی زیاد نگرانی، افکار منفی و اضطراب و استرس داری، هورمون کورتیزول در بدن ترشح میشه که باعث تخریب سلول‌ها و تسریع روند پیری میشه. بنابراین حالت ذهنی و احساسات ما مستقیما روی چهره و حتی فیزیک بدن ما اثر میذاره. 2. عشق به زندگی. آدم‌هایی که هر روز رو با هیجان و با انگیزه شروع میکنن جوانتر و سرزنده‌تر به نظر میرسن. این اشتیاق همون چیزیه که تو رو به حرکت میاره که به سمت رویاهات بری. وقتی دنبال چیزهای بزرگ و رویاهات میری همیشه پر انرژی و زنده ای. وقتی با اشتیاق زندگی کنی، رؤیا داشته باشی و هر روز به دنبال چیزهای جدید باشی، این انرژی از درونت به بیرون میتابه. توی صورتت، چشمهات، لحن حرف زدنت و حتی راه رفتنت هم دیده میشه. و این همون چیزیه که باعث میشه همیشه جوانتر و جذابتر از سنت به نظر برسی. 3. بخشش و رها کردن خشم. بخشش هدیه‌ایه که به خودت میدی. نگه داشتن کینه و خشم چین و چروک‌های جسمی ایجاد میکنه. افرادی که یاد میگیرن ببخشند و رها کنن آرامش بیشتری دارن و این آرامش چهرهشون رو جوانتر نگه میداره، چون قلبت سنگین از کینه نیست و همه اون لحظات تلخ رو رها کردی، چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه. با رها کردن همه رنجش ها به خودت آزادی و سرزنده بودن رو هدیه دادی. اینطوری ذهنت سبک میشه و آرامش روی چهره و بدنت دیده میشه و در نهایت با رها کردن بار سنگین گذشته اجازه میدی که نور درونت بدرخشه و چهرهت همیشه شاداب باشه. 4. لبخند بزن، معجزه میکنه. معجزه‌ای برای جوونی و جذابیت. مردم ممکنه کلمات تو رو فراموش کنن، اما احساسی که بهشون دادی رو هرگز. در واقع یکی از قوی‌ترین ابزارها برای انتقال احساس خوب به خودت و دیگران همین یه چیز ساده است. بله، لبخند زدن. چرا که وقتی لبخند میزنی باعث آزاد شدن هورمون‌های جوونی میشه. استرس رو کم میکنه، شادی و آرامش رو بهت میده. عضلات صورتت رو
درگیر میکنه و باعث کاهش چین و چروک ها میشه. چشمات میدرخشه و چهرت جذابتر و پر انرژی تر به نظر میاد. یادت باشه حتی اگه به زور لبخند بزنی، مغزت باور میکنه که تو خوشحالی و میتونه روحیت رو بهتر کنه. از نگاه دیگران تو جذابتر و پر انرژی تر دیده میشی. مهربونتر و با اعتماد به نفستر به نظر میای. پس همین الان یه لبخند بزن. معجزش رو خودت ببین. 5. پذیرش خود و افزایش اعتماد به نفس. پذیرش خود یعنی چه؟ یعنی اینکه بدونی تو با تمام ویژگی‌هات کافی هستی، چه چیزهایی که دوستشون داری، چه اونایی که هنوز باهاشون کنار نیومدی. ارزشمندی، لازم نیست که شبیه کسی باشی. وقتی خودتو قبول کنی، دیگه انرژیت رو صرف سرزنش خودت نمی کنی. از درون آروم میشی و همین آرامش توی ظاهر و رفتارت خودش رو نشون میده. وقتی خودت رو همونطور که هستی بپذیری، تازه شروع میکنی به درخشش واقعی. بدون هیچ کس کامل نیست، حتی اونهایی که توی اینستاگرام بی‌نقص به نظر میرسن. با خودت مهربون باش. دستاوردهای کوچیکت رو تحسین کن. جلوی آینه از خودت تعریف کن. وقتی یاد بگیری خودت رو همونطور که هستی بپذیری بدون نیاز به تایید دیگران، اون موقع یه زیبایی واقعی درونت شکل میگیره و این زیبایی همیشه جوون میمونه. و هیچ چیز جذابتر از کسی نیست که خودش رو باور داره. اون موقع چهرت بازتر، چشمات درخشانتر و رفتار کلیت سرزنده تر و جوونتر به نظر میاد. راز اینایی که جوونترن همین اعتماد به نفس و داشتن حس خوب به خودشونه. تو همینطور که هستی کافی و فوق‌العاده‌ای. زیبایی واقعی در چهره نیست، بلکه در روح درخشان، در لبخند و در انرژیتون نهفته است. وقتی هر روز رو با عشق به زندگی آغاز میکنی، وقتی امید رو در دلت زنده نگه میداری، اون زمانه که درخشش تو واقعی میشه. زندگی یه فرصته، پس با عشق و انرژی اون رو زندگی کن. ممنون میشم که با سابسکرایب کردن کانال از من حمایت کنید، چرا که این کار به من انگیزه میده تا محتوای جذابتری براتون بسازم و یادت باشه که تو معجزه‌گر خودت هستی.